شبای بلند زمستون هر وقت مادر سفره شام رو زودتر پهن می کرد و کت آقا جون رو از کمد بیرون می کشید، می فهمیدیم قرار جایی بریم. همون سر شب با کلی ذوق و شوق آماده می شدیم برای رفتن به یک شب نشینی. آقا جون می گفت صله ارحام دل آدم رو شاد نگه می داره. هیچ کس هم نمی گفت نمیام. از این ادا اصول هم که من نمیام شما خودتون برید و امتحان و آزمون و کنکور دارم و جوون دوست داره تو خودش باشه هم نداشتیم. همه با هم میرفتیم. تلفن هم نبود که قبلش هماهنگ کنیم. میزبان و بچه هاش رو هم کلی ذوق زده میکردیم. به سر کوچهشون که میرسیدیم، جلوتر از مادر و آقا جون بودو خودمون رو به درشون میرسوندیم تا از بودنشون اطمینان حاصل کنیم. با یه چشم از لای در حیاط که اغلب خوب بسته نمیشد یا از سوراخ کلید به درون خونشون سرک میکشیدیم. روشن بودن یه چراغ به منزله این بود که خونه نیستن و خودشون جایی رفتن. حسابی توی ذوقمون میخورد و قلب و دلمون حسابی میگرفت. اما اگه همه چراغ روشن بود، بگو بخند تا آخر شبمون جور بود. اما این روزا چی؟ آخر شب که بغض میکنی، دردا که تلمبار میشه، میره سراغ لیست مخاطبات. یکی last recently، یکی long time ago، یکی deleted account. آدم نمیدونه کی هستند کی نیستند. اصلا آدم نمیفهمه چراغ کدوم خونه خاموشه و کدوم روشن تا بی مقدمه براش تایپ کنه تشنه یک صحبت طولانیم و سریع ریپلای بشه بگو من کی کجا باشم. داریم از تنهایی و بی همزبونی دق میکنیم، بعد اسمشو گذاشتیم عصر ارتباطات.